مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در این برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون فضائل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بود. حالا بحث ما ارتباط به نقش سیدنا عمر در خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما می باشد. نقش سیدنا عمر در خلافت سیدنا ابوبکر صدیق اگر از ابتدا شروع کنیم که نخستین نقش در سقیفه بنی ساعده و بیعت با ابوبکر صدیق هست. وقتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، در همان روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کردن که صحابه همه مصروف و مشغول پیرامون دفن و یا تجهیزات رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بودن، بحث تکفین و تجهیز و اینها، در محل سقیفه بنی ساعده انصار در اونجا جمع شدن که نزد سعد بن عباده که بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر امیری تعیین می شود باید از انصار باشد، و یا این که امیری از انصار باشه و امیری از مهاجرین باشه. این جریان جمع شدن انصار در سقیفه بنی ساعده خبر به سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق رسید که انصار چنین تصمیمی دارن. سیدنا ابوبکر صدیق به همراه سیدنا عمر فاروق و سیدنا ابو عبیده بن جراح وقتی که از این جریان واقف شدن حرکت کردند و خود را رساندن به سقیفه بنی ساعده. وقتی که در آنجا نزدیک شدن، سیدنا عمر میگوید که من سخنان خود را آماده کرده بودم که برای انصار سخن بگویم، ولی ابوبکر صدیق برای من اجازه نداد و گفت که تو خاموش باش و من سخن میگویم.
سیدنا ابوبکر صدیق با همراه انصار سخن میگوید و انصار اصرار دارن بر این که امیری از طرف شما باشه که مهاجرین هستید و امیری از طرف ما انصار باشه. به همین گفتگو بین سیدنا ابوبکر صدیق و بین انصار بود که سیدنا ابوبکر صدیق فضائل و مسائل که ارتباط به قریش داشت بیان میکرد و در آن لحظه گفتگو به درازا کشید تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که من 2 نفر را انتخاب میکنم که شما با اینها بیعت کنید، یکی عمر و دوم ابو عبیده بن جراح. وقتی که ابوبکر صدیق این 2 نفر را، عمر و ابو عبیده را پیشنهاد میکند که اینها شما انتخاب کنید از این 2 را یکی را به صفت خلیفه و به صفت جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم، در آن وقت عمر رضی الله عنه چه کار میکند؟ خیلی مهمه نقش سیدنا عمر در این قضیه‌ای که پیش آمده بود. در حقیقت اگر سیدنا عمر رضی الله عنه چنین نمی کرد، بین امت اسلامی فتنه بروز می کرد، مشکلات ایجاد می شد. سیدنا عمر رضی الله عنه بلا فاصله گفت که ای عمر ما با تو بیعت می کنیم، ما با تو بیعت می کنیم، بهترین ما هستی و محبوب ترین انسان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تو بودی، دستت را دراز بکن که ما با تو بیعت کنیم. حضرت عمر دست خود را دراز می کند و سیدنا ابوبکر هم دست را دراز می کند. اولین کسی که با ابوبکر صدیق بیعت می کند سیدنا عمر فاروق هست و دیگرها هم می آیند با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت می کنند و ابوبکر و سیدنا عمر شروع می کند به فضائل سیدنا ابوبکر صدیق و برای انصار اشاره می کند آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خود در محراب ابوبکر را نفرستاد؟ همه گفتن بله. گفت آیا چگونه همه شما پشت سر ابوبکر اقتدا کردید و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن پشت سر ابوبکر اقتدا کنید، حالا چگونه شایسته است ابوبکر بیاید پشت سر دیگر کسی اقتدا کند؟ و همچنین فضائل دیگری از سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرد و همه بدون اینکه مشکلی ایجاد شود همه با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت کردند. با این حرکت حضرت عمر خدای تبارک و تعالی امت اسلام از فتنه ها و اختلاف ها که در شرف بروز بود، چی فتنه ایجاد می شد که اگر غیر از ابوبکر صدیق کس دیگر انتخاب می شد در حقیقتا فتنه ایجاد می شد، چون انصار و مهاجرین همه فضائل سیدنا ابوبکر صدیق را می دانستن و همه فهمیدن که عمر انتخاب درستی کرده و پیشنهاد درستی داده و بیعت درستی بالاخره نموده. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که این کار کرد خدای تبارک و تعالی همه دروازه هایی که میخواست فتنه بروز بکنه و اختلاف به وجود بیایه الله سبحانه و تعالی بست. این نقش سیدنا عمر در قضیه سقیفه بنی ساعده شایسته که چه کار باید کرد؟ شایسته که این نقش و یا در این زمینه که سیدنا عمر کار کرده با آب طلا نوشته بشه و در پیشانی تاریخ اسلام ثبت بشه. ثبت شده اما با آب طلا باید نوشته بشه که سیدنا عمر رضی الله عنه او فتنه و اختلافی که میخواست بین امت بروز کنه سیدنا عمر رضی الله عنه او را بست. پس این اولین گامی که سیدنا عمر در راستای
خلافت سیدنا ابوبکر صدیق برداشت این بود که با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت کرد و مهاجرین و انصار همه با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت نمودند. و همچنین سیدنا عمر فاروق بعد از این که ابوبکر صدیق خلیفه می شود با عنوان مشاور ارشد در کنار سیدنا ابوبکر صدیق قرار دارد. ما می بینیم گفتگوی سیدنا عمر با جریان قتال با مانعین زکات، با لشکر اسامه. کسی که می آید به سیدنا ابوبکر صدیق می گوید که چگونه با کسانی می جنگی که کلمه می گویند، این جرأت سیدنا عمر داره که می آید با خلیفه مسلمان ها نظر میده و مشوره میده و بالاخره گفتگو میکنه. و سیدنا ابوبکر صدیق نظر سیدنا عمر نمیپذیره در این قسمت، ولی باز هم نمیگه که یا ابوبکر تو نظرم را نپذیرفتیم و دیگه برای تو مشوره نمیدهم یا نظر نمیدم. باز هم میایه میگه این لشکر اسامه، مدینه در خطر هست، لشکر اسامه را روان نکن. سیدنا ابوبکر صدیق باز هم که قبول نمیکنه، باز هم حضرت عمر آزرده نمی شود، چون سخنش، قولش، رفتارش، کردارش همه به خاطر الله سبحانه و تعالی بود. حتی جمعی می آین پیش حضرت عمر که ای عمر برو برای خلیفه مسلمین به ابوبکر صدیق بگو که اسامه سن و سال نداره، یک کسی را عوض اسامه تعیین کنه به عنوان سرلشکر که تجارب زیاد، سن و سال بلند و اینها داشته باشه. سیدنا عمر میره باز هم این جریان را مطرح میکنه به سیدنا ابوبکر صدیق. سیدنا ابوبکر صدیق بر سر عمر فاروق خشم میکنه. چگونه من کسی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم او را گماشته بر وظیفه من او را عزل کنم و بالاخره کنار بزنم و کس دیگری بیاورم. سیدنا عمر وقتی که از محضر سیدنا ابوبکر صدیق بیرون میشه میایه برای جمع مردم میگه که شما چگونه حرف را زدید که من رفتم به ابوبکر گفتم و او بر من بالاخره خشم گرفت. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی با سیدنا عمر خشم میگیره، تندروی میکنه و مشورهش را نمیپذیره و قبول نمیکنه، سیدنا عمر آزرده نمیشه، به خاطر که خشم ابوبکر و صبر عمر همه به خاطر الله سبحانه و تعالی بود. پس سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به عنوان یک مشاور ارشد و به عنوان یک بازوی بزرگ در کنار خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق قرار داره که وقتی که حضرت ابوبکر صدیق با مانعین زکات می جنگه، با مرتدین می جنگه و لشکر اسامه به اون طرفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوق داده بودن و راهنمایی کرده بودن روان میکنه، سیدنا عمر چی میگه؟ میگه به خدا قسم، والله قسم، دریافتم که خداوند به ابوبکر در مورد جنگ شرح صدر نصیب کرده است، پس دانستم که موضع‌گیری ابوبکر حق است. قسم یاد میکنه که نظر من پذیرفته نشد، مشوره من پذیرفته نشد، حرف من قبول نشد، بعد من دانستم که ابوبکر در حق بوده و الله سبحانه و تعالی شرح صدر را نصیب ازی کرده بوده. این نقش سیدنا عمر در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق. ولی باید فراموش نکنیم که عمر رضی الله تعالی عنه در دو مورد با سیدنا ابوبکر صدیق مخالفت میکنه. حالا جایی که سیدنا عمر میدانه که ابوبکر به حق، عمر تسلیم میشه، و جایی که میدانه که نظرش صحیح تره مخالفت میکنه و سیدنا ابوبکر صدیق میپذیره و قبول میکنه. این جاها کجا هست؟ سیدنا عمر در دو مورد در زمان خلافت سیدنا ابوبکر صدیق با ابوبکر صدیق مخالفت میکنه
و حرف سیدنا ابوبکر صدیق متوجه می سازه که نظر من این هست و سیدنا ابوبکر صدیق هم اون نظر را میپذیره و قبول میکنه. این دو مورد کجاست و چگونه هست؟ بعد از یک میان برنامه این دو مورد را بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون نقش سیدنا عمر رضی الله عنه در خلافت سیدنا ابوبکر صدیق اشاره کردیم که در سقیفه بنی ساعده چگونه نقش داشتن و همچنین به عنوان مشاور ارشد در کنار سیدنا ابوبکر صدیق قرار داشتن. وقتی نظر میدادن و ابوبکر صدیق نظرشان را نمیپذیرفت باز هم قبول داشتن و قبول میکردن. اما در دو مورد که اشاره کردیم که سیدنا عمر فاروق با سیدنا ابوبکر صدیق مخالفت می کند. این دو مورد چگونه موارد است؟ اول در مورد عدم پذیرش خونبهای مسلمانان در جنگ با مرتدین. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که با مرتدین جنگید و بعداً اشخاصی که در این جنگ از مسلمان ها کشته شده بودن، شهید شده بودن، سیدنا ابوبکر صدیق مطرح کرد که باید اینها خونبهای اینها را بپردازند. در این مسئله وقتی که گفتگو صورت گرفت سیدنا عمر می فرماید که ای خلیفه رسول الله، ای ابوبکر، تمام حرفهای شما را که بیان کردید من موافقم به جز خونبهایی که گرفته شود. به خاطر چی؟ سیدنا عمر میگوید که ای ابوبکر، وقتی که مسلمان ها جنگیدن و شهید شدن مزدشان نزد الله سبحانه و تعالی هست، بهشت جایگاهشان هست و به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش دارن و در بهشت مقام و منزلت دارن. پس باید که از این جریان خونبه ها صرف نظر شود و سیدنا ابوبکر صدیق هم قبول کرد. وقتی که سیدنا عمر این را گفت با دلیل و با دلائل، سیدنا ابوبکر صدیق و حرف سیدنا عمر را قبول میکنه و از طرف که با اونها جنگیده شده و مسلمان ها شهید شدن خونبه ها نمیگیرد.
مسئله دوم، جریان کسانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان تألیف قلوب برایشان چیزی میداد که از آن جمله اقرع ابن حابس بود. آمد به محضر سیدنا ابوبکر صدیق و بعدا سیدنا ابوبکر صدیق قطعه از زمین برای اقرع ابن حابس بخشید. چند نفر از صحابه که اونجا بودن با اونها مشوره کرد و بعدا اونها را به طور شاهد قرار داد و بعد برای اقرع ابن حابس گفت که بروید عمر را هم پیدا کنید که در قضیه شما شاهد باشه. اقرع ابن حابس آمد به دید که سیدنا عمر در حالت که هی روغن به دست داره و شطور خود را چرب میکنه، آمد سلام کرد و بعد گفت که نامه ای از طرف خلیفه مسلمان ها، از طرف ابوبکر صدیق برای شما روان شده که برای شما قرائت می شود. سیدنا عمر رضی الله عنه گفت که چگونه نامه است؟ بخوان. وقتی که خواند که قطعه زمینی ابوبکر صدیق برای اقرع ابن حابس داده. به خاطر چی داده؟ به خاطر تألیف قلوب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم می گرفت، در این زمان هم برایش داده شده. سیدنا عمر نامه را میگیره و چیزی که در اون نامه تحریر شده بود همه را محو میکنه و بعد میگه که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که چیزی به عنوان تألیف قلوبتان داده میشد، امروز امت و اسلام قویه، نیازی به تألیف قلوبتان نیست، بروید. اقرع ابن حابس با او کسانی که همراه بودن برمیگردن و میروند به نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه و میگن که ای ابوبکر، خلیفه شما هستید یا عمر؟ خلیفه شما هستید یا عمر؟ اینجا ابوبکر صدیق چی میگوید؟ ابوبکر صدیق چی میگه؟ میفرماید اگر عمر بخواهد او خلیفه هست. اگر عمر بخواهد او خلیفه هست. در این اثنا سیدنا عمر رضی الله عنه خود را به ابوبکر صدیق میرساند و بعد میگوید که یا ابوبکر، ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این قطعه زمین را چرا دادید؟ سیدنا عمر میگوید، سیدنا ابوبکر صدیق میگوید که ای عمر، این را من با مشوره دادم. سیدنا عمر میگوید با کی مشوره کردی؟ با کدام اشخاص؟ میگه با فلان و فلان و فلان من مشوره کردم، با مشوره اینها دادم. سیدنا عمر میگوید که ای ابوبکر، آیا این قطعه زمین تعلق به همه مسلمان ها ندارد؟ سیدنا ابوبکر میگوید بله، تعلق به همه مسلمان ها دارد، جز بیت المال هست. سیدنا عمر میگوید که آیا با این چند نفری که مشوره کردی، آیا اینها همه نمایندگی از همه مسلمان ها دارن؟ سیدنا عمر میگه نه خیر. در اینجاست که سیدنا ابوبکر صدیق متوجه میشه و حرف عمر را قبول میکنه. حتی خیلی نکته جالب سیدنا ابوبکر صدیق میگه ای عمر، من برای تو نگفتم که تو در عرصه خلافت و سیاست از من بهتر میدانی و این مسئولیت عظیم و بزرگ را بر دوش من گذاشتی؟ اینجاست وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق متوجه میشه که عمر به حق، جا در جا میپذیره. وقتی عمر متوجه میشه که ابوبکر به حق، جا در جا میپذیرن، به خاطر اینکه زندگی ابوبکر و عمر، زندگی صحابه چنان زندگی بود که شعارشان این بود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین که شعار ابراهیمی داشتن، چون در حقیقت پیرو ابراهیم علیه السلام و پیرو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. پس در این دو نمونه سیدنا عمر با سیدنا ابوبکر صدیق مخالفت می کند و ابوبکر هم میپذیرد. نمونه اول را اشاره کردیم، عدم پذیرش خونبهای مسلمان ها در جنگ با مرتدین، و دوم بخشیدن قطعه زمین به اقرع ابن حابس که دلائل خورم سیدنا عمر میگوید. و همچنین مسئله گرد آوری و یا جمع نمودن و یا تدوین قرآن کریم در زمان سیدنا ابوبکر صدیق به مشوره سیدنا عمر فاروق. زمانی که در جنگ یمامه تعداد زیادی از حافظان قرآن شهید میشن، تعداد زیادی شهید میشن، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میآیند به محضر ابوبکر صدیق و مشوره میدهند که قرآن باید جمع شود، قرآن باید جمع آوری بشه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولین را نمیپذیرند. چگونه کاری را انجام بدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار را نکردن؟ اما سیدنا عمر رضی الله عنه با اصرار زیاد اصرار میکنه به جمع قرآن و به تدوین قرآن که باید این جمع بشه. به اینه که سیدنا ابوبکر صدیق زید بن ثابت میخواهد و برایش وظیفه میدهد که تو وظیفه داری و مسئولیت داری که در این راستا تلاش کنی و زحمت بکشی و قرآن جمع آوری کنی. که زید بن ثابت میگوید که اگر ابوبکر برای من میگفت که یک کوه را از یک جا بردار و به جای دیگر انتقال بده، شاید که به من اینقدر دشوار نمی بود که این وظیفه سنگین برای من دشوار بود، ولی به توفیق الله سبحانه و تعالی من به این کار اقدام کردم. پس به جمع آوری قرآن، به گرد آوری قرآن و به جمع قرآن در زمان سیدنا ابوبکر صدیق ای پیشنهاد و این مشوره و این نظر سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه بود. که یک نکته میخوام در همین راستا اشاره کنم به این که در صدر اسلام میبینیم که در حافظان قرآن که همه علما و حافظان قرآن بودن، وقتی در عرصه علم و عمل پیشگام میشن. اگر علم بکار بود از علم خود در راه دین صرف میکردن، اگر جان بکار بود جان میدادن. و باید امروزه هم حافظان قرآن ما و علمای ربانی ما باید که پیشگام باشن در عرصه های مختلف. اگر جای وعظ بکاره، اگر جای تدریس بکاره، اگر جای بالاخره تبلیغ بکاره، اگر جای لازمه که جان انسان بده، باید اول علما و حافظان قرآن باید پیشگام باشن. طوری که میبینیم در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم و در زمان خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم که در جنگ یمامه هست، تعداد زیادی از حافظان قرآن شهید میشن که واقعا جای تعمق و تفکر و اینهاست که چقدر شخصیت های جانبازی بودن که برای اونها فقط رضایت الله سبحانه و تعالی ارزش داشت، نه دیگر چیزی. و مشوره سیدنا عمر رضی الله عنه چقدر مشوره زیبا و چقدر پیشنهاد زیبایی بود که برای جمع قرآن به این بود که حضرت ابوبکر صدیق قبول کردن و نسخه از قرآن عظیم الشان جمع‌آوری میشه و بالاخره در دارالخلافه گذاشته می شود. این بود به طور خلاصه و فشرده نقش سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت ابوبکر صدیق که نخستین نقش در سقیفه بنی ساعده و همچنین به عنوان مشاور در کنار سیدنا ابوبکر صدیق و بعضی وقتها مخالفت میکرد سیدنا عمر رضی الله عنه با حضرت ابوبکر صدیق که دو نمونه بیان کردیم و هر دو در کنار هم دیگر
با مشوره همدیگر و با مشوره سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین وظیفه و مسئولیتی که داشتن پیش می بردن. خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه زندگی این بزرگان صدر اسلام را درست و صحیح مطالعه کنیم و از اونها درس بگیریم. انشاءالله به برنامه بعدی پیرامون این که سیدنا عمر چگونه به خلافت میرسد و چگونه بعد از ابوبکر صدیق جانشین می شود انشاءالله باذن الله به توفیق الله سبحانه و تعالی بیان خواهیم نمود. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. خداوند حافظ و نگهدار شما. مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي